همگی خواهشاً ساکت باشین. من امروز اومدم اینجا تا مشکلات شما خروس‌ها رو حل کنم و ببینم که شما خروس‌ها چه مرگتونه و چی میخواین از ما. آقا معلومه دیگه، ما زن میخوایم، زن. راست میگه آقا، ما زن میخوایم، ما خسته شدیم از بس خودمون رو نگاه کردیم. آره یه کاری برای ما بکنی. خیلی خوب، پس مشکل شما زنه. من این مشکل رو برای شما حل میکنم و سعی خودم میکنم تا چند مرغ توپل مپل میارم تا شما از تنهایی در بیاین. آقا دست شما درد نکنه، ایشالا دست به خاک بزنید حالا بشه. فقط یه سوال داشتیم، وام ازدواج و وام مسکن هم به ما میدین؟ آخه ما اول زندگی باید یه پشتوانه داشته باشیم دیگه، به ما وام بدین. آره راست میگه، وام بدین. خیلی خوب، متوجه شدم. من سعی میکنم برای شما وام مسکن و وام ازدواج بدون بهره بگیرم تا شما خروس‌ها خیالتون راحت باشه و به راحتی بتونین تولید مثل کنین و زندگی تشکیل بدین. من تمام سعی و تلاش خودم رو میکنم تا شما خروس‌ها صاحب زن و بچه بشین. مسئول با کفایت، حمایت، حمایت. مسئول با کفایت، حمایت، حمایت.